تا حالا شده به این فکر کنید که اگه کسی که به ظاهر خیلی مهربون و عادی به نظر میرسه در واقع یه جنایتکار خطرناک باشه چی میشه؟ یا اینکه چطور یه آدم میتونه دو تا زندگی کاملا متفاوت داشته باشه بدون اینکه کسی متوجه بشه؟ تله دقیقاً به همین سوال‌ها میپردازه و داستانی رو روایت میکنه که پر از تعلیق، هیجان و پیچیدگیه. داستان این فیلم درباره یه قاتل سریالی به نام کوپره که توسط جاش هارتنت بازی میشه. اون به همراه دخترش رایلی به یه کنسرت میره و در اونجا متوجه میشه که این کنسرت در واقع عملیات به دام انداختن توسط FBI برای دستگیری اونه. کوپر که نقش پدر دلسوز و مهربون و همزمان یه قاتل خطرناک رو بازی میکنه، در میان این عملیات تلاش میکنه از دست پلیس فرار کنه و دخترش رو هم در امان نگه داره، اما همزمان باید با مشکلات و تنش‌های درونی خودش هم دست و پنجه نرم کنه. ام نایت شیامالان به خاطر پیچیدگی‌های داستانی و پیچش‌های ناگهانی که توی فیلم‌هاش ایجاد میکنه شناخته میشه. توی این فیلم اون با به چالش کشیدن انتظارات ژانر به ترکیب تنش روانشناسانه و درام خانوادگی پرداخته. یکی از موضوعات اصلی این فیلم بحث هویت و دوگانگی شخصیته، به این معنا که کوپر به عنوان یک فرد دو زندگی متفاوت داره. از یه طرفی پدر دلسوز برای خانواده‌اش و از طرف دیگه یه قاتل بی‌رحم. این فیلم همچنین به موضوعات دیگه‌ای مثل فریب و پیامدهای داشتن زندگی پنهان میپردازه. کوپر مجبوره همواره دو تا چهره متفاوت از خودش نشون بده، یکی در مقابل خانواده‌اش و یکی در برابر دنیای بیرون. این چالش‌ها باعث میشه تا فیلم لحظاتی پر از تنش و تعلیق داشته باشه. امروز درباره ترپ ساخته ام نایت شیامالان صحبت می‌کنیم. این قسمت اول از بررسی این فیلمه و اگر فیلم رو ندیدید توجه داشته باشید که در هر دو قسمت داستان فیلم رو افشا می‌کنیم. ام نایت شیامالان کارگردانی که همیشه فیلم‌های خاص و غیر منتظره می‌سازه. یکی از سبک‌های معروفش اینه که داستان‌هاش پیچش‌های عجیب و غریبی دارن و معمولاً آخر داستان یه چیزی شگفت‌انگیز رو میکشه وسط که تماشاگر انتظارش رو نداره. این ویژگیش باعث شده که خیلی از فیلم‌هاش معروف بشن و کلی طرفدار پیدا کنه. توی اکثر فیلم‌هاش با ترکیب ترس و دلهوره با داستان‌های خانوادگی یه حس خاص به بیننده میده. یعنی معمولاً مشکلات و چالش‌های خانوادگی هم توی فیلم‌هاش نقش دارن و یه جورایی میخواد نشون بده که ترس‌های روانی چقدر میتونن توی زندگی روزمره و حتی توی روابط خانوادگی تاثیر بذارن. مثلا توی فیلم‌هایی مثل حس ششم یا نشانه‌ها داستان به ظاهر درباره ارواح یا موجودات فرازمینیه، ولی در واقع روی خانواده و ارتباط بین اعضای خانواده تاکید زیادی داره. اما بیایم سراغ تله. این فیلم با بقیه آثار شیامالان یه فرق خاص داره. شیامالان این فیلم رو با الهام از عملیات‌های واقعی پلیس ساخته که توی اون خلافکارها به طور زیرکانه گیر میافتن. این نکته جالب درباره تله اینه که شیامالان از دختر خودش سالکا توی این فیلم استفاده کرد. سالکا توی نقش لیدی ریون، خواننده مشهوری که کنسرت براش برپاست بازی میکنه و حتی آهنگ‌های فیلم رو هم خودش ساخته. شیامالان گفته که با دخترش درباره ترکیب موسیقی و داستان صحبت کرده و این ایده به ذهنش رسیده که فیلمی بسازه که هم کنسرت موسیقی باشه و هم یه داستان دلهره آور. در مقایسه با بقیه فیلم‌های شیامالان این فیلم یه جور تجربه تازه به حساب میاد. از طرفی با وجود اینکه از فضای دلهره آور خودش استفاده کرده، ولی به خاطر اضافه کردن عنصر موسیقی و فضای کنسرت یه حس تازه و متفاوت داره. فیلم درباره مردی به اسم کوپر که زندگی دوگانه‌ای داره. از یه طرف یه پدر مهربون و دلسوزه که دخترش رایلی رو خیلی دوست داره. از طرف دیگه یه قاتل سریالی بیرحمه به اسم قصاب. داستان فیلم از اونجا شروع میشه که کوپر تصمیم میگیره رایلی رو به یه کنسرت ببره، ولی نمیدونه که این کنسرت یه تلس که FBI برای دستگیریش گذاشته. توی این فیلم ما دو روی متفاوت کوپر رو میبینیم. از یه طرف کوپر خیلی خوش رفتار و مهربون با دخترشه و به نظر میاد یه آدم عادیه، ولی وقتی که هویت واقعیش به عنوان قصاب آشکار میشه میبینیم که چقدر میتونه خطرناک و بیرحم باشه. این تضاد بین دو شخصیتش باعث میشه که تماشاگر تا آخرین لحظه توی تنش و اضطراب باشه و بخواد بدونه که کوپر چطور میتونه این دو زندگی متفاوت رو کنار هم نگه داره. یک دیگه از چیزهای جالب این فیلم جاییه که کوپر و دخترش توی کنسرت هستن. اونجا پر از آدمه. این ازدحام و شلوغی به تعلیق داستان اضافه میکنه، چون توی همچین جمعیتی دنبال کردن و دستگیری یک آدم کار سختیه و اینجاست که کوپر سعی میکنه خودش رو از دست پلیس نجات بده و همزمان هم از دخترش مراقبت کنه. توی این جمعیت شلوغ یه حس وحشت و ترس ایجاد میشه. کوپر همیشه باید حواسش باشه که شناخته نشه و پلیس ها پیداش نکنن. فیلم کلی درباره فریب و دوگانگی شخصیت کوپر حرف میزنه. کوپر یه زندگی دوگانه داره و همه رو فریب میده. این موضوع باعث میشه که همیشه بین زندگی عادی و واقعیش یه فاصله داشته باشه و به خاطر همین یه نقاب به چهره داره که کسی نفهمه واقعا کیه. اولین موضوع مهمیه که کوپر به همه دروغ میگه، یه نقاب به چهره داره و واقعیت رو پنهان کنه. در طول فیلم ما میبینیم که چطور تلاش میکنه هویت واقعیش رو از خانواده‌اش مخفی نگه داره و به نظر میاد که همه چیز تحت کنترله، ولی کم کم همه چیز از دستش در میره و کنترلی که روی زندگیش داشته رو از دست میده. یکی از نقاط اوج فیلم جاییه که همسر کوپر ریچل شروع به شک کردن میکنه و متوجه میشه که چیزهایی هست که کوپر داره ازش پنهان میکنه. ریچل به عنوان یه آدم عادی نمیتونه باور کنه که شوهرش قاتل سریالیه، ولی کم کم با چیزهایی که کشف میکنه واقعیت براش آشکار میشه. اینجا یه جور خیانت توی خانواده رو میبینیم، چون ریچل وقتی
وقتی واقعیت رو میفهمه دیگه نمیتونه به کوپر اعتماد کنه و رابطه‌شون به هم میریزه. این خیانت خانوادگی باعث میشه که ما ببینیم چطور اعتماد بین آدم‌ها میتونه به راحتی از بین بره وقتی که حقیقت آشکار میشه. فیلم نشون میده که کوپر چطور فکر میکرده که میتونه همه چیز رو کنترل کنه، ولی با ورود FBI و به دام افتادن توی این تله بزرگ همه چیز رو از دست میده. کنسرت و این شلوغی باعث میشه که احساس کنه همه چیز از دستش در رفته و دیگه نمیتونه کنترلش کنه. انگار کنسرت یه نماد از زندگی کوپره که اولش فکر میکرده همه چیز خوبه ولی یهو همه چیز به هم میریزه و واقعیت بهش حمله ور میشه. توی فیلم کارگردان از تکنیک‌های مختلفی استفاده کرده تا فضای دلهره و تنش رو به خوبی به تماشاگر منتقل کنه. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و توی این فیلم خوب دیده میشه استفاده از سبک بصری خاصشه که باعث میشه ما همزمان حس نزدیکی و دوری داشته باشیم. یعنی یه جاهایی با نمای نزدیک ما خیلی به شخصیت‌ها نزدیک میشیم و حس میکنیم که داریم توی دنیای اونها زندگی میکنیم، اما وقتی که دوربین دورتر میره و نماهای باز نشون میده ما دوباره به عنوان یه تماشاگر به بیرون نگاه میکنیم و حس میکنیم که کوپر چقدر تنها و منزویه. از نظر ساختار داستانی و ریتم فیلم خیلی آروم شروع میشه و کم کم تنش و هیجانش رو بالا میبره. شیامالان توی این فیلم هم از همون پیچش‌های داستانی مخصوص خودش استفاده کرده. یعنی وقتی تماشاگر فکر میکنه که همه چیز رو فهمیده و داستان به پایان رسیده، یه پیچش ناگهانی اتفاق میفته و همه چیز رو تغییر میده. این پیچش باعث میشه که تماشاگر تا آخرین لحظه توی تعلیق بمونه و نتونه پیش بینی کنه که قراره چی بشه. فیلم کلی نظرها و واکنش‌های مختلفی رو به خودش جلب کرده. یه سری از منتقدها میگن که فیلم از نظر تعلیق و هیجان خیلی قویه و شیامالان توی ساختن فضای ترسناک و پیچیده موفق عمل کرده. اونا میگن که شیامالان با نشون دادن شخصیت دوگانه کوپر تونسته کاری کنه که تماشاگر تا آخرین لحظه توی تنش و تعلیق بمونه. ولی از طرف دیگه بعضی‌ها از داستان و پایان بندی فیلم خیلی راضی نیستن و میگن که توی قسمت‌های آخر داستان یه جورایی گیج کننده میشه و معلوم نیست دقیقاً چی میخواد بگه. آخر فیلم هم حسابی بحث برانگیزه. خیلی‌ها میگن که پایان فیلم یه جورایی بازه و به سوالات زیادی جواب نمیده. مثلا نمیدونیم که بالاخره چی میشه و کوپر دستگیر میشه یا فرار میکنه. این پایان باز باعث شده که بعضی از تماشاگرها احساس کنن که شاید فیلم بخواد دنباله دار باشه و احتمالاً قرار داستان کوپر و خانواده‌اش توی فیلم دیگه ادامه پیدا کنه. فیلم از نظر ساختار داستانی و پیچیدگی‌های مختلف خیلی چالش برانگیزه و کلی بحث و نظر مختلف درباره‌اش وجود داره. این فیلم با داستان پرپیچ و خم و چرخش‌های ناگهانی که داره باعث شده که یه سری از تماشاگرها حسابی گیج بشن و به نوعی توی فهمیدن داستان دچار مشکل بشن. چیزی که باعث شده داستان این فیلم بعضی‌ها رو اذیت کنه همین تغییرات سریع توی زاویه دید و جابجایی بین شخصیت‌هاست. انگار که داستان خودش نمیدونه باید از چه زاویه‌ای روایت بشه. یکی از چیزهایی که تماشاگرها رو گیج کرده زمانبندی کنسرت لیدی ریون. توی فیلم این کنسرت توی روز شروع میشه و بعد یهو به شب میرسه. این مسئله باعث شده که بعضی‌ها بگن که شبیه واقعیت نیست و بیشتر شبیه اشتباهه، چون کنسرت‌ها معمولاً بعد از ظهر یا شب برگزار میشن نه وسط روز. این موضوع باعث شده که بخشی از داستان توی باورپذیری دچار مشکل بشه و تماشاگرها از خودشون بپرسن که چرا این کنسرت باید اینقدر عجیب باشه. از طرف دیگه توی فیلم برای لیدی ریون امنیت خاصی در نظر گرفته نشده و اون راحت میتونه این طرف و اون طرف بره. این همین مشکلی که باعث شده تماشاگرها بگن که برای خواننده مشهور باید امنیت زیادی در نظر گرفته بشه و معمولاً کنسرت‌ها پر از بادیگارد و مراقبن. فیلم خیلی تلاش میکنه همه چیز رو یه جا جمع کنه و نتیجهش میشه یه داستان شلوغ و گاهی بی سر و ته. یعنی ماجراهای زیادی توی فیلم هستن که بعضی وقتا انگار هیچ ارتباط خاصی با هم ندارن و انگار فقط اضافه شدن که فیلم طولانی‌تر بشه. این موضوع باعث شده که یه عده احساس کنن که داستان نمیتونه تمرکز کنه و همش توی بخش‌های مختلف میپره. توی فیلم شخصیت‌ها و مخصوصاً شخصیت اصلی کوپر به طور کامل و قانع کننده‌ای پرداخته نشدن و این باعث شده که فهمیدن انگیزه‌ها و رفتارهاش سخت باشه. کوپر یه شخصیت پیچیده است اما فیلم خیلی عمیق به گذشته و دلیل کارهاش نمیپردازه و همین خاطر آدم دقیقاً نمیفهمه چرا اینطوری شده یا چرا این کارها رو میکنه. همین باعث میشه که کوپر بیشتر از اینکه جذاب باشه گیج کننده به نظر. علاوه بر این شخصیت‌هایی مثل لیدی ریون و ریچل همسر کوپر هم به خوبی توسعه داده نشدن. این دو نفر بیشتر مثل ابزارهایی برای پیش بردن داستان هستند و شخصیت‌های واقعی و عمیقی ندارن. مثلا ریچل خیلی دیر وارد داستان میشه و فقط انگار اضافه شده تا یه چرخش کوچیک توی داستان ایجاد کنه. اینطوری فیلم نمیتونه عواطف عمیقی رو در تماشاگر ایجاد کنه چون شخصیت‌هاش به اندازه کافی پرداخته نشدن و آدم نمیتونه باهاشون ارتباط برقرار کنه. فیلم یه فرصت از دست رفته است چون اگر شخصیت‌ها بهتر پرداخته شده بودن میتونست یه داستان قوی‌تر و احساسی‌تر داشته باشه. به خاطر همین وقتی که ریچل وارد داستان میشه خیلی تاثیرگذار نیست و باعث میشه که پایان فیلم شلوغ و نامرتب به نظر بیاد. توی فیلم یکی از مشکلاتی که خیلی از منتقدها بهش اشاره کردن مربوط به ریتم و ساختار داستانه. از همون اول که فیلم شروع میشه همه چیز به نظر خوب پیش میره. داستان هیجان انگیزه و تماشاگر رو به خوبی درگیر میکنه. اما وقتی فیلم به بخشای پایانی میرسه انگار یکم از دست کارگردان خارج میشه. مشکل اصلی اینه که توی آخر فیلم چندین بار حس میکنی که داستان داره تموم میشه ولی بعدش دوباره ادامه پیدا میکنه. مثلا یه جایی از داستان به نظر میاد که فیلم به یه نتیجه رسیده ولی بعدش باز اتفاقات جدیدی اضافه میشن که بعضی وقتا خیلی لازم نیستن. هیجان و تعلیق فیلم توی قسمت‌های پایانی کم
کم از بین میره. وقتی که فیلم شروع میشه تماشاگر توی تنش و دلهره است و هیچ چیزی رو نمیتونه پیش بینی کنه. ولی وقتی داستان به آخرش میرسه به نظر میاد که فیلم داره بیش از حد توضیح میده و بعضی از صحنه‌ها خیلی طولانی شدن. در نهایت تله فیلمیه که با اینکه داستان هیجان انگیزی داره، مشکلات زیادی توی روایت و شخصیت پردازیش هست. فیلم سعی میکنه با پیچش‌های ناگهانی و فضای ترسناک تماشاگر رو تا آخرین لحظه توی تنش نگه داره، ولی متاسفانه به خاطر ناهماهنگی‌ها و پایان نامناسب از تاثیرش کم میشه. انگار که داستان حتی خودش هم نمیدونه دقیقاً چه چیزی رو میخواد بگه و به همین خاطر خیلی ها رو ناامید میکنه. این فیلم شاید به طرفداران قدیمی شیامالان حس آشنایی بده، ولی در نهایت نمیتونه به اندازه آثار قبلیش موفق باشه. شاید تله میخواست شبیه فیلم‌هایی مثل دهکده باشه، اما در نهایت با پایانش نمیتونه مخاطب رو کاملا راضی کنه. اما صحبت درباره اون باشه برای بعد. لطف میکنید اگر لایک و سابسکرایب کنید. لطفاً قسمت بعدی رو هم ببینید که به معانی پنهان فیلم میپردازیم. مرسی که تماشا کردید. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.